با سلام. در اینجا میخوام یکی دیگه از بیماری هایی که شیوع هست در بین افراد رو براتون توضیح بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. انواع غلظت خون و روش های درمان. غلظت خون چیه؟ غلظت خون با نام علمی پلیسیتیمی هستش که نوعی بیماری هست که در آن تعداد گلبولهای قرمز خون زیاد میشه. این افزایش به نفع بافت‌ها و ارگان‌های بدن نیستش و میتونه باعث بروز علائم و عوارض خطرناکی در فرد بشه. بسیاری از افراد به اشتباه غلظت خون رو به روشن بودن یا تیره بودن رنگ خون نسبت میدن، اما این تصور اشتباه هستش و منظور از غلظت خون بالا بودن میزان هموگلوبین خون هستش. برای اینکه همه چیز رو درباره غلظت خون بدونید با ما همراه باشید. انواع غلظت خون. افزایش غلظت خون انواع مختلفی که داره که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. افزایش غلظت خون انواع مختلف داره. یکی پلیسیتیمی اولیه. پلیسیتیمی اولیه به علت عامل‌های ذاتی سلول‌های قرمز خون رخ میده و زمانی اتفاق میفته که به دلیل وجود اختلالات در مغز استخوان سلول‌های قرمز اضافی در خون تولید میشه. و پلیسیتیمی ثانویه. پلیسیتیمی ثانویه به علت افزایش طبیعی و یا ساختگی سطح رشد رخ میده و موجب افزایش تولید آرتریوسیکل‌ها در بدن میشه. در این شرایط تعداد آرتریوسیکل‌ها میتونه از 6 تا 8 میلیون شروع بشه و گاهی حتی به 9 میلیون عدد هم برسه. علائم بیماری غلظت خون. موارد زیر علائم غلظت خون به در مردان و زنان هست و اگر این علائم رو دارید ممکن است به غلظت خون مبتلا شده باشید. استعمال دخانیات و کشیدن سیگار، زندگی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به خاطر کمبود اکسیژن در آنجا، مشکلات خونی، بیماری‌های قلبی ریوی، مسمومیت یا مونوکسید کربن، بیماری‌های زمینی، تعریق و اسهال‌های شدید، تورم‌های بدخیم کلیوی و کبدی در بزرگسالان، فیبروم‌های رحمی در زنان، کیست‌های متعدد کلیه، استرس و فشارهای روانی. عوارض غلظت خون چیه؟ در پاسخ به این آیا غلظت خون خطرناک است، باید گفت که غلظت خون عوارض بسیار زیادی داره که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد. افزایش غلظت خون در بدن باعث کند شدن حرکت خون در قلب و رگ‌ها میشه که باعث گرفتگی اندام‌های مانند دست، پا یا سکته مغزی خواهد شد. افزایش غلظت خون میتونه باعث آمبولی ریوی بشه، باعث خونریزی از بینی میشه و باعث میشه که کبد و طحال بزرگ بشن. حالا در اینجا میخوایم راه پیشگیری از ابتلا به غلظت خون رو براتون توضیح بدم. اینکه زیاد سیر بخورید. سیر یکی از مواد غذایی شفابخش هستش که خاصیت رقیق کننده خون داره. مصرف سیر به صورت روزانه باعث جلوگیری از لخت خون شدن خون میشه. یک ویتامین ای مصرف بکنید. روغن زیتون را جایگزین روغن‌های دیگه بکنید. یکی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به غلظت خون مصرف روزانه روغن زیتون هستش. فنول‌های موجود در روغن زیتون خطر ابتلا شدن به لخت خون رو کاهش میده. این روغن چسبندگی پلاکت‌های خون را به تأخیر میندازه و روی پلاکت‌های خون هم اثر مثبتی میذاره. زنجبیل بخورید. زنجبیل هم یکی از موارد غذایی مفیدی است که در درمان و پیشگیری از ابتلا بیماری بسیار از بیماری‌های نقش مهمی را ایفا میکنه. اسیدی موجود در زنجبیل باعث کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی میشه. مصرف منظم هم باعث کاهش غلظت خون میشه. همینطوری میتونید خون بخورید، سیگار نکشید، پرخوری نکنید. پرخوری و کم‌ترکی دو عامل اصلی ابتلا به غلظت خون هستند و اگر میخواهید این غلظت خون رو عوارض مرگبار ناشی از مسموم بمانید. میوه ها و سبزیجات تازه هم بخورید. روزه و گاهی به معده‌تان استراحت بدید. ورزش های سبک یا پیاده روی را حتما در برنامه‌تان بدید. ممنونم از شما.